باشم از خودتون غیر از تار که الان بیشتر به تار شما رو میشناسن چه سازهای دیگری هم میزنید؟ والا بنده ستار میزنم آقا، سنتور هم میزنم چون پدرم از شدم استاد سنتور، دست ویولون میزنم، کمانچه میزنم، ضرب اونایی که اطلاع دارن از لحاظ ضرب شناسی خدا رحمت کنه مرحوم حسین تهرانی رو هر وقت من خدمتشون رسیدم من گفتم که من نوازنده ندیدم انقدر تشخیص ضرب رو بدهد، اون که به جای خوب برای خوب ضرب بزنه. ممکن از نوازنده ضرب بشناسه ولی اجرای ضرب رو نتونه خوب اجرا کنند. چون چنین ضربی باید باشد که مرحوم تهرانی تعریف کنه دیگه. من دیگه نمیخوام تعریف کنم، اونهایی که به اصطلاح اطلاع دارن میدونن که ضرب که خوب میشناسد و که خوب اجرا میکنه. خوب بود من میپرسیدم چه سازایی نمیزنین؟